الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 43 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد صلی الله علیه و سلم. و البته در حلقه گذشته ما به شما موضوع جدید را بیان کردیم که این کذب در توحید بود و بعد از این نفاق را شروع کردیم. معنای نفاق را که اظهار کردن اسلام و پنهان کردن کفر است به شما ذکر نمودیم و قسمهای نفاق را که 3 تاست بیان نمودیم. البته 2 تاست که بیان نمودیم: نفاق اکبر که انسان را از اسلام خارج می کند و نفاق اصغر عملی و اعتقادی. علامت های نفاق را به شما بیان نمودیم. احکام نفاق و منافقین را ذکر کردیم که 3 قسم است. پس بارک الله فیکم، این مسائل های بود که به شما ذکر کرده شد و در این حلقه به شما بعضی از شکننده های عملی که از جانب نفاق به وجود می آید ذکر خواهیم کرد و این چنین مسائل های دیگری که تعلق به نفاق است. نواقض ها و شکننده های عملی که از نفاق به وجود آمدنش ممکن است به مانندی مسخره و استهزاء و شوخی کردن با دین و شک و شبهه کردن بر دین و موالات کافرین یا که دوست داشتن و دوست گرفتن کافرین و تجسس و جاسوسی کردن در بین مسلمان ها برای کافران، برای فایده کافرها و کمک کردن کافرها و جنگیدن با مسلمان ها و حرکت و کوشش و سعی نمودن برای نابود کردن و ضعیف کردن مسلمان ها و خرسند شدن و شادی کردن و راضی بودن در حالت ظاهر شدنی یا که قوی شدنی کفر و کافران یا خرسند و راضی و طرفداری کردن به کافران در حالتی که به بالای مسلمین ظاهر می شوند، به بالای مسلمین می آیند و مسلمان ها را تسلط می کنند، یا که روی گردانیدن از دین و طعن زدن بر حکم از احکام های دینی و سعی و کوشش نمودن به نابود کردن حکم شرعی در بین مسلمان ها یا که تبدیل دادن حکم شرعی به حکم طاغوت و نظام های کفری و قانون های وضعی و کفری را به وجود آوردن. این همه نمودهای شکننده عملیه که یعنی شکننده اسلامی عملیه که از جانب نفاق به وجود می آید. سبحان الله. در حقیقت این مثال هایی که امروز به شما ذکر نمودم شما به چشم سر خود در این عالم امروز می توانید که ببینید و این چنین حرب اهل توحید، جنگیدن با اهل توحید، کمک کردن رافضه یا که کمک نمودن به صوفی قبوری یا که دستگیری کردن و طرفدار کردن و حق شماریدن باطل این رافضه و صوفی قبوری یا انتصار دادن و کمک نمودن این فرقه های باطل رافضه و صوفی در شرکشان، چخیلی که بعضی از علماء سوء گمراهان، علماء سوء الگمراهان
همچنین عملی را انجام میدهند. رافضه را طرفداری میکنند، صوفی را طرفداری میکنند، صوفی قبوری را در شرکشان، یعنی میگن که آن عملی که رافضه از قبر پرستی میکند درست میکند، یا که صوفی از قبر پرست میکند درست گویند، طرفداری میکنند و دفاع این فرقه باطل میکنند. همه اش از نفاق خارج من المله است، از نفاق به وجود میاد و شکننده اسلام است. پس ببینید همه این شکننده های اسلام از نفاق به وجود آمده است. بارک الله فیکم. پس سبب اکثری کفر این نفاق است که انسان باید برحذر باشد و باید آگاه باشد. و مسئله دیگر این نمودهای منافقین است. پس باید دانسته شود که نفاق اصلی هست و نفاق طوارئ هست. نفاق اصلی چگونه نفاق است؟ نفاقی که انسان در حالت نو به اسلام در آمدنش به نفاق می درآید، یعنی اسلام را ظاهر می کند، لا اله الا الله می گوید، اما نفاق را بر دلش پنهان می کند. اما یک نمودی نفاق است که انسان وقتی که اسلام را قبول می کند به اسلام می درآید یا که مسلمان تولد می شود نفاق ندارد، اما در دوام زندگی در بین اسلامش نفاق طوارئ نبوده به وجود می آید. نفاق پیدا شده، حاصل شده به فعلی که به مانند شک و ریب و این چنین نفاق ها. و این چنین یک مسئله هست که بعضی از منافقین نفاق خودشان را می دانند، بعضی از منافقین کفر خودشان و نفاق خودشان را می دارند اما پنهان نگه می دارند. و این چنین منافقان در این عصر بسیارند. الله خارشان کند. می دانند که آنها کافرند، منافقند، اما ظاهرا کمی خود را مسلمان نشان میدن. اما بعضی از منافقین از نفاق خود بیخبرند. بعضی از منافقین از نفاق خود بیخبرند و خود را در حق حساب می نمایند. برای همین است که صحابه رضی الله عنهم همه اشان از نفاق می ترسیدند. همه اشان از نفسهایشان از نفاق می ترسیدند. نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله یعنی من النفاق. نعوذ بالله من النفاق. صحابگان در حقیقت به درجه بالای تقوا و بالای عدالت و به درجه بالای الله ترسی رسیده بودند. به خاطر همین گرچنده که مؤمنی واقعی بودند، گرچنده که الله اونها را تزکیه داده بود، عمر ابن الخطاب، عمر الفاروق رضی الله عنه، کسی که به یک راه اگر قدم ماند همه شیطان های این راه می گریخت، خیلی که حدیثی صحیح در این مسئله آمده است: اذا سلك عمر فجا لسلك الشیطان فجا غیر فجه. عمری که الله رب العزة والجلال از اهل جنتش خبر داد، یعنی عمری جنتی گفت، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به امتشان خبر دادند. عمر حذیفه بن الیمانی را می پرسید که آیا من در جمله منافقین هستم یا نیستم؟ یعنی می ترسید. ترسیدن آنها به خاطر نبود که آنها منافق بودند، ترسیدن آنها من باب احتیاط بود. یعنی این مسئله منافق را به نهایت سختگیری می گرفتند، چرا که بناگاه نشود که در حالت نفاق باشد اما نفهمیده ماند. پس برادرانم و خواهرانی بزرگوارم، بارک الله فیکم، مواظب خود باشید و از نفاق ترسید و خود را همیشه در حالت نجات حس نکنید. خود را محاسبه بکنید، فکر کنید، تأمل بکنید که چه عمل را انجام داده ایستاده اید، به خاطر که انجام داده ایستاده اید، و به نهایت مواظب باشید که بناگاه به نفاق وارد مگردید. پس حالتهای منافق، حالتهای منافق اولا این است که منافقی باشد که باطناً دین را دروغ شماریده باشد، از سبب قانع نشدن یا از سبب آشکار نشدن دلیل برای اون،
یا که از سبب صحیح نرسیدن دین یا از سبب شک و شبهه داخلا دین را و توحید را دروغ شمارد. و دومین حالت منافق این که کفرش و دروغ شماریدن توحید و دین از سبب حسد باشد. یعنی حقیقت رسیده است، با خبر است، از همه حق با خبر است، اما از سبب حسد و کینه بغض و عداوتی که دارد قبول دین نمی کند. سبحان الله. یا که سبب های دیگر به وجود آمدنش ممکن است، از سبب های نفاق. در حالتی که تصدیق دارد، میداند که این چیز حق است، اما رد میکند، دروغ میشمارد، تکذیب میکند و کفر می‌ورزد. مثلا میداند که دین حق است، رسول صلی الله علیه و آله حقا، صادقا، داخلا میگوید که در حقیقت این چیزها حق است، لیکن دوست ندارد، ایمان نمی آورد و انقیاد یعنی عمل را انجام نمی دهد. پس این مسئله متعلق به مسائل سبب‌های نفاق و صفت‌های نفاق و درجات و حالت‌ها و نمودهای نفاق در باطن منافق یا که در درون منافق است. بارک الله فیکم. و مسئله دیگری که من میخواهم به شما بیان بکنم این مسئله کلمه زندیق هست، یک کلمه مستورد. یعنی در قرآن و سنت کلمه زندیق استفاده نشده است. برای همین بعضی از مشایخی که از اهل سنت و الجماعت، کبار مشایخ در نزدشان تعلیم گرفته، میگفتند که کلمه زندیق نباید استفاده شود، چرا که در قرآن و سنت نآمده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن که، البته شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب ایمان الاوسط خود میگند ولما كثرت الاعاجم تكلموا بلفظ الزنديق وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل له توبة؟ والمقصود هنا أن الزنديق في العرف هو المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطل الدين من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاهدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة والامتناع. شیخ الاسلام در کتاب اوسط میگویند رحمه الله که زمانی که به دین اسلام غیر عرب دیگر ملت ها از فارس و روم داخل شدند و زبانهای غیر عرب بینهایت زیاد شد، به لفظ زندیق سخن کردند و لفظ زندیق را، کلمه زندیق را بسیارتر بینهایت استفاده بردند و این کلمه مشهور شد و معروف شد و در بین همه شعله ور شد. در زبان خصوصا فقها این کلمه را استفاده بردند و بسیارتری مردم این کلمه را استفاده برد و سخن می کردند و می گفتند که آیا توبه زندیق قبول می شود یا نمی شود. و شیخ الاسلام میگن که زندیق در اینجا میگن مقصد از کلمه زندیق این در عرف همان منافقای هستند که در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشتند. یعنی زندیق همین که نفاق است، میگن زندیق به معنای منافق است، همون منافقایی که در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود آمدند. چگونه منافق؟ همون منافقایی که اسلام را ظاهر کردند و کفر را باطن کردند، منافق اکبر، نفاق اکبر. فرق ندارد که میگن در باطنش دین از دینها را پنهان کرده باشد، به مانند یهود، نصارا او یا چیز دیگر، یا که معطل باشد یا که رد کننده بر دین باشد. پس کسی که ظاهرا خود را مسلمان و باطنا کفر را قبول میکند، این میگن منافق است، منافق اکبر. و زندیق هم همین معنا را دارد. پس کلمه زندیق معنایش چیست؟ معنایش نفاق اکبر، زندیق به معنای منافق. بارک الله فیکم. البته این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب مجموعه الفتاوی وجود دارد و این چنین شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن القیم الجوزی در کتاب طریقة الهجرتین ذکر میکنند و در مسئله زندیق میگن طبقة الزنادقه و هم قوم اظهروا الاسلام و متابعة الرسول
وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله وهؤلاء المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار. طبقه های زندیق ها میگند اینها همون قومی که اسلام را ظاهر کردند، متابعت و پیروی رسول الله را ظاهر کردند، اما کفر و دشمنی الله و رسولش را پنهان در درونشان نگه داشتند. و اینها میگند این زندیقا یعنی منافقان هستند و اینها کسانی هستند که پایان ترین و چقورترین و پسترین جای دوزخ جای همین ها است. جایشان پسترینی از آتش جهنم است. سبحان الله. پس کلمه زندیق معناش این نفاق است یا که منافق است. بارک الله فیکم. پس از اینجا فهمیدید که زندیق چی معنی دارد. زندیق این منافق است و منافق البته نفاق اکبر، یعنی از اسلام بیرون کننده. پس باید بدانید که نفاق پیدایشش از دروغ است و دروغ هم از نفاق است. خیلی که ابن القیم جوزی در کتاب مدارج السالکین ذکر میکنند و میگند زرع النفاق ينبت على ساقين ساقية الكذب و ساقية الرية. یعنی نفاق از دو چیز می سبزد و به وجود می آید، از دو ساق، دروغ و ریا. وقتی که انسان دروغین است و در همه عملش دروغ است، نفاق به وجود می آید. و این چونین وقتی که انسان ریا را انجام داد، نفاق به وجود می آید. و در بعضی حالات از سبب نفاق عمل به وجود و در بعضی حالات از سبب عمل نفاق به وجود می آید. پس باید بدانید که اصل نفاق در قلب است، در دل است و آثارش و اثر این نفاق در جسم و تن انسان آشکار می گردد و ظاهر می شود. اصل نفاق در باطن است. وقتی که باطن نفاق دارد پس ظاهرش به بیرون می برد. برای همین ما وقتی که بیرونن دیدیم که عمل نفاقی به وجود آمده است، میگیم که باطنش نفاق است. چرا که اگر باطنش نفاق نمی بود به بیرون و به جسمش عملی نفاق به وجود نمی آمد. چرا که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب السارم المسلول على شاتم الرسول میگویند و ذلك ان الايمان والنفاق اصله في القلب. باید بدانید که ایمان و نفاق اصلش این در قلب است. اصل ایمان و اصل نفاق در قلب است. و انما يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه. و از سخنها و از فعل و از سخن و از فعل ظاهر می شود فرعی نفاق و دلیل منافق بودن. یعنی سخن و فعل و عمل این فرع نفاق است، شاخه نفاق است که با همین سخن و عمل می فهمیم که نفاق در دین وجود دارد. یعنی عمل و قول این دلیلی نفاق آمدنش یا نه آمدنش هست. وقتی که عمل منافقی را انجام داد می بینیم که این منافق است، منافق باطنی هست یا که منافق اصغر است یا که اکبر است، فهمیده می شد. پس میگن که فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه. در یک مرد اگر چیزی از نفاق به وجود آید، ظاهرا اگر به وجود آید، حکم بر همین چیزی دیده شده مترتب می شد. حکم را به همون عملش دیده حکم میدیم. پس الله سبحانه و تعالی هنگامی که خبر داد در حق اون کسانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را طعنه می زدند و سخنهای ناشایسته می گفتند و اذیتش می دادند از منافقین، ثابت شد که این عملها، یعنی عملهایی که انجام می دادند، این عمل عملی نفاق است و فرع نفاق است. پس وقتی که انسان همین فرع را، عمل نفاق را حلال می داند و انجام می دهد، این دلیل به حاصل شدن اصل مدلول، یعنی اصل نفاق به وجود می آید. چون که قاعده هست معلوم است که اذا حل فرع الشیء و دلیله حصل اصل المدلول علیه. پس
با همین فهمیده می شود که هر زمانی که عملی نفاق به وجود آید صاحبش منافق می شود. فرق ندارد که پیش از این سخن گفتنش منافق بود یا که بعد از این سخن گفتنش منافق شد. پس عمل نفاقی در بعض حالات سبب می شود، نه فقط در بعض حالات، همیشه عمل نفاقی سبب می شود که نفاق وجود دارد. ببینید، عمل سبب می شود که نفاق به وجود دارد و در بعض حالات نفاق سبب می شود که عمل به وجود دارد. یعنی در بعض حالات در درون انسان نفاق است و نفاقش سبب می شود که عملی نفاقی به وجود دارد و در بعض حالات انسان عملی نفاقی را انجام می دهد و این سبب می شود که نفاق به وجود می آید. پس از عملهای نفاقی هم دست کشید که بناگاه یگان عملی نفاقی را انجام دادید، نفاق به شما به وجود می آید و عاقبتش کفر خواهد شد. آهسته آهسته به کفر می برد و بعض نفاق کفر خود به خود در همون لحظه کفر اکبر است. شکننده اسلام است خیلی که بیان کردیم. سبحان الله. پس مسئله این است که آیا توبه انسان منافق قبول کرده می شود یا نمی شود؟ یعنی الله آیا توبه منافق را قبول می کند یا نه؟ این مسئله و این موضوع نامش توبه منافق است. پس آن چیزی که بین منافق و بین الله هست در باطن، در حقیقت در بعض حالتها منافق توبه می کند و مسلمان می شود بعد از کفرش. یعنی بین خودش و بین الله درونی، نفاق درونی که ما بیخبریم، منافق از این نفاقش توبه می کند و با الله باز می گردد و از کفرش ایمان می آورد. و در بعض حالتها اینچنین حادثه شدنش ممکن است، خیلی که الله در سوره نساء آیه 146 به ما خبر داده است: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. البته و هر آین منافقین در پایان ترین و سختترین از جهنم آتش سوزانند و هرگز برای آنها نصرت دهنده کمک کننده یافت نخواهد شد مگرم آنانی که توبه کرده اند و اصلاح شده اند و چنگ زده اند به الله و اخلاص کرده اند در دین الله برای الله، پس اونها با همراهی مؤمنانند. یعنی الا الذين تابوا، مگرم آنانی که توبه کردند. یعنی منافقانی که مرده اند در حالت نفاق به پایان ترین آتش سوزان جهنم و نار داخل می شوند و اما کسانی که پیش از مرگ توبه کرده اند، اصلاح شده اند، به الله یعنی دین الله چنگ زدند، اخلاص دین الله را به الله انجام دادند، یعنی شرط هایی که الله ذکر میکرد، 4 شرط، پس اینها با همراهی مؤمنند. یعنی بین انسان منافق و بین الله توبه کردنش قبول است. اما در مسئله این که اگر یک انسان منافق را دولت اسلام فهمید که این منافق است، دستگیر کرد، آیا این انسان وقتی که در نزد مردم توبه کرد قبول می شود یا نمی شود؟ البته وقتی که دولت اسلام مثلا یک دولت مسلمانی یا که خلافت اسلامی که هست، وقتی که منافق را دستگیر کرد از نظر شریعت، میگوییم این منافق بعد از دستگیر هم میتواند که به الله توبه کند، توبهش در نزد الله قبول است. اما در نزد قانون شریعت آیا قبول است یا نیست، این محل خلاف است. بعضی میگند حکمش همیشه قتل است اگر پیش از توبه قاپیده یا که دستگیر کرده باشه، و بعضی میگن البته توبهش قبول است. و البته این مسائل است که تعلق به احکام نفاق و منافق و عقیده فقه ان شاء الله در جای خاص خودش صحبت خواهیم کرد. پس این بود مسائلی که تعلق به نفاق دارد و این 2 حلقه بود که به شما شکننده کذب، دروغ شماریدن دین و توحید و شکننده نفاق را ذکر نمود. و البته در این 2 حلقه ما ضد شرط
صحت لا اله الا الله که صدق است چیزی بوده را ذکر کردیم. یعنی ضد صدق این کذب هست و نفاق است. وقتی که نفاق و کذب آمد صدق نابود می شود و انسان کافر خواهد شد. و لا اله الا الله گفته اش به اون منفعت نخواهد بخشید. مقصد ما اساس این است که ای مسلمان آگاه باش، با خبر باش که لا اله الا الله به صدق منفعت نخواهد بخشید. لا اله الا الله که همراهش نفاق است و کذب است به تو هیچ فایده نخواهد آورد. سبحان الله. پس با همین ما به شما 3 شرط لا اله الا الله و 3 ضد این شرط ها را ذکر نمودیم. علم که ضدش جهل است، یقین که ضدش شک و شبهه و ریب است و صدق ضدش کذب و نفاق است. بارک الله فیکم. در حلقه های آینده شرط 4م، 5م و 6م و 7م باقی مانده از شرط ها با همراهی ضدش